آن نفرهایی که در اینجا هستن و با اون خیر نفرها وقتی میشینن حالتون چی میشود؟ مرده گشت و زندگی از او بجست. شما هم رنگ اونها مرده میشوین و این حیاتی که در اینجا دارین این از شما سلب میشود، این از شما جدا میشود. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز که ما با آدمان زنده نشسته داریم، ما با آدمایی که انشاءالله پیشگاه خدای مهربان در اینها شرف دارن، عزت دارن، در این گونه محفل ما و شما حضور داریم. بیایم سری آن 4 چیزی که بیهوده است. دکتر عائض قرنی در کتابی لا تحزن غمگین مشو، در همین کتابش برادر عزیز چی میاره؟ میگه 4 چیز بیهوده است. این چی باشد؟ یکم حضرت گفتن علمی که در او عمل نباشد این علم بیهوده است. برادر عزیز فکر میکنم چیزهای عادی هست. هر یک عالمی که در او عمل نباشد، حضرت گفتن این علم داشتن، این عالم بودن بیهوده است. یعنی آن شرف و آن مرتبه را که آدمی علمدار دارد، عالم دارد، این آدم ندارد. چگونه ای که عزیزان خدا میگن از من بگوی عالم تفسیر گوی را، در علم عمل نکنی نادان مفسری. اگرچند تفسیر برای مردم، اگر قرآن هم که تفسیر کنی لیکن عمل نباشد، گفتن من شما را نادان مفسر می‌دانم، شما مفسری نادان هستید. علمی که برادران عزیز در او عمل نمی شده است، این عزیز خدا چی میگد؟ میگد این بیهوده است. الله مهربانم برادران عزیز بسیار یک وعید سخت هم دارد. میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله مهربان میگد چرا میدانید، چرا میفهمید، چرا میگویید ولی خود عمل نمیکنید؟ چرا؟ الله مهربان بسیار این چرای الله مهربان از روی غضب برادر عزیز. این مورد حساب وقتی قرار میتد برای چی؟ دارای علم بودی، دارای فهمش بودی، مقصد از این علم برخورداش، چرا عمل نکردی؟ بعد خداوند میگه کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. برای آن کسانی که دانستن، میفهمیدن، دانششون ذخیره علمی داشتن لیکن نکردن، الله گفت ما برای اینها عذاب الهیده داریم، عذابهای دردناک داریم. از این لحاظ بسیار حال عالم برادران عزیز بسیار مشکل است. این علم بله اگر به شرط گفتی حضرت مولوی که علم را بر تن زنی مار بود، علم را بر دل زنی یار بود. اگر علم بر دل زده شود او یاره، یعنی با دل زدنش به معنای که با او علم عمل کردن، خدمت کردن. یکی علمی که برای تن باشد، علمی که فقط با او چکار کنی، فقط مقصد بالای آب و عزت، فقط و فقط به خاطر علم دغدغه، دبدبه و دیگر، این گفت این علم برای تو مار می شود. یعنی این علم برادر عزیز اگر چند یک مدت با او تو هر کاری که خواستی کردی، ولی من بعدش برای تو بسیار خاری میاره. از این لحاظ بود که پیامبر نازنین گفتن لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن علمی فیما فعل فی. روز قیامت خداوند عالم میپرسد با علم چی کردی؟
چی کردی؟ بسیار برادران عزیز کار مشکل است، بسیار کار مشکل است. زیرا ما در حدیث ها خواندیم که یک عالم اگر یک مسئله را میپرسند وای خودش احتیاط میکنه یا برای مردم مقصد همون جواب سوال نمیگه، گفتن الجم یوم القیامه باللجام من نار. این گونه عالم الله مهربان روز قیامت در دهنش لجام میزند از لجام های آتشین. که برای چی؟ مقصد این مردم به تو احتیاج داشتن، مقصد خودت توفیق نداشتی، خودت غیرت نداشتی، چرا برای مردم سوال و جوابی نکردی تا اونا آگاهی پیدا کنند؟ لیکن اگر عالمی که در دنیا با عمل باشد، برادران عزیز، چه عزتی هست، چه خیری هست. حتی ما در حدیث ها خوندیم که 3 نفری هست که نامه اعمالشون اگرچه در درون قبرم که باشد نامه اعمالش خدا نمیپوشد. تصور کنید که وقتی آدم مرد نامه اعمالش پوشیده میشه، یعنی گندگی کردی، خوبی کردی و روز قیامت حاصلش میگیری. لیکن 3 آدم نامه اعمالش پوشیده نمیشید است. تصور کن شاده از اگر چیخش در درون قبره یک تیمون کی است؟ او علم ینتفع بی، عالمی که مردم از علمش منفعت بردن، عالمی که علمش به گوش مردم رسانید، عالمی که مقصد در بین مردم از دین، از شریعت صحبت کرد، در دستکشون همه آنچه که بود سپارید و خودش خانه قبر رفت. این عالم میگه من نامه اعمالش نمیپوشم تا وقت اینهایی که گوش کردن، شنیدن، لذت بردن، اینها پایبند گفته های او که هستند، از ثوابی برابر اینکه این ثواب میگیرد، این خیلی ثواب هم در نامه اعمال او رفته است. برای این انشاءالله برای آن کسانیش که یعنی کردن خیر و نیکی و خدمت، اینها با درجه و مقام می‌یابند. ولی جناب هیثمی در کتابش میارد که روز قیامت میگه نزد در جنت میگه یکی عالم، یکی مجاهد، یکی سخی، یکی حاجی، 4 کس نزد در جنت میاد. میگه اینها میگه هر کدومش حرکت میکنه که من پیش درام، زیرا مقصد یک جایی هست که حرکت همینه که تیزتر درام از منظره و از نورش و از آنچه که الله برای ما آماده کرده است، مقصد من بهره بردارم. لیکن در اینجا بحثشون میشه، عالم میگه من میدونم، حاجی میگه من میدونم، سخی میگه من میدونم، مجاهدش میگه من میدونم. میگه الله مهربان جبرائیل روان میکرده است، رو بینشون قضاوت کن کدام اینها باید پیش بدروید. وقتی میان پیش مجاهد میگه چی میخواهی؟ میگه که من به خاطر دینم فرزند نگفتم، زن نگفتم، دنیا نگفتم، من برای دفاع دین خب میدان برآمدم و جان ما در راه تو سپاریدم، میخوام اول جنت درایم. همین مقام او یا همین مکافات او یا همین درجه را و تو علم نداری که از کجا فهمیدی؟ من از عالم ها فهمیدم. از عالم که فهمیده باشی، عالم احترام که، آداب که، عالم پیش بدرال. حاجی هم همچنان من مبلغ های زیاد صرف کردم، من زحمت های زیاد کشیدم. الله مهربان شما در عوض حج گفتین جنت میتون، از کی فهمیدی که در عوض حج جنته؟ خب کی شما را تا این راه تا اندازه را که چند هزار پرتافتی و رفتی گرد یک خانه کعبه را طواف کردی؟ البته دستوری عالم بود. عالم پیش بگذار، آداب در کجای؟ سخی هم همچنان. الله مهربان همین چی مبلغ دادی، اکثر اینها را من در راه تو صرف کردگیم. اگه بشارت های خودت برای سخی که داخل شده از کی فهمیدی؟ از عالم فهمیدی. برادر از عالم ببینید اینجا چه عجیب گپیه. عالم هم میارن در پیش میمونن، سخی را میمونن، مجاهد میمونن، حاجی را میمونن. الله میگه عالم مرحمت شما داخل جنت شوید.
олим мегӯяд ки аллои меҳрубон ҳақиқатан агар чанде ки дохил шудан ҷои ман